تو این ویدیو میخوایم صفر تا صد اینکه چطور میتونید داخل بازار فارکس معاملاتتون رو باز بکنید، مدیریتش بکنید، مقداری به حجمتون اضافه بکنید، مقداری از حجمتون رو ببندید و چطور حد ضرر 2% تعیین بکنید به حالا هر درصدی که مد نظرتونه و با توجه به اون حجم معاملاتتون رو به دست بیارید. بریم روی یکی از سیگنال ها تا خط به خط تمام موارد رو با هم دیگه پیش بریم. خب بریم سراغ باز کردن معامله داخل فضای ویندوز. ابتدا این رو آموزش بهتون میدیم و بعد داخل گوشی رو هم کامل بهش میپردازیم. ببینید این فضای متاتریدر 5 هست، یک حساب دمو باز کردیم و میخوایم معامله رو باز کنیم. ببینید اینجا یک نیو اوردر نوشته. روی این کلیک میکنید. اولین قسمت نمادیه که ما میخوایم روش معامله انجام بدیم. ببینید اینجا نوشته یورو یو اس دی، دقیقاً روی چارت یورو یو اس دی باز میشه. الان هرچی ما معامله باز کنیم روی این نماد. اگر بخوایم نماد رو عوض بکنیم میتونیم از اینجا عوض بکنیم، اما کار راحت تر این هستش که روی مارکت واچ بیایم نمادمون رو از اینجا انتخاب بکنیم، یا اگر داخل این واچ لیست نیست نوشته کلیک تو ات، اینجا کلیک میکنیم، نمادمون رو سرچ میکنیم فرضاً و یه اینتر میزنیم، نمادمون اینجا اضافه میشه. وقتی اضافه شد اینجا یه راست کلیک میکنیم روش، چارت ویندو، چارت یورو یو اس دی برای ما نمایش داده میشه و از اینجا از تمپلیت من چیزی که ذخیره کردم رو اضافه میکنم که یک حالت ذخیره شده که از قبل خودم شخصی سازیش کردم. این از انتخاب نمادی که ما میخوایم روش معامله انجام بدیم. حالا اینجا تایپی داریم، نوع داره که یه دونه حالت مارکت داره، یه دونه پندینگ اوردر. مارکت یعنی چی؟ یعنی میگه آقا شما اون معامله‌ای که دارید باز میکنید روی همون قیمت فعلی چارتتون باز میشه. الان قیمت 1.1096 رو همین قیمت میتونی پوزیشن بای بگیرید یا سل بگیرید. اما پندینگ اوردر چیه؟ پندینگ اوردر میگه آقا فرضاً من میخوام قیمت اومد بالا، روی این ناحیه قیمت رسید، مثلا سلش رو بگیرم و اوردر من فعال بشه و ممکنه اون زمان پای چارت نباشم، به خاطر همین از پندینگ اوردر استفاده میکنم یا به عبارتی سل لیمیت اینجا قرار میدم، اوردر سل رو قرار میدم اینجا که اگر پای چارت نبودم قیمت به اینجا رسید اوردر من، پوزیشن من فعال بشه و باز بشه. و اگر من چارت بیارم پایین و ممکنه بگم که خب من میخوام بای لیمیت بگیرم، قیمت اومد پایین تر پوزیشن من فعال بشه، که اگر پایین تر از قیمت بخوایم وارد بشیم از اوردر بای لیمیت استفاده میکنیم. خب ما الان مارکت رو بهتون آموزش میدیم. ببینید الان این پوزیشنی که ما چند روز پیش صادر کردیم یورو یو اس دی بای مارکت بود. همطور که میبینید اینجا نوشته اینتر 1 اینتر ناو اور 1.093، یعنی آقا تو قیمت فعلی هر جا هست ساعت 12:32 پی ام شما میتونید وارد پوزیشن بشید. حالا من چارتش رو هم براتون بیارم بهتون بگم کجای مارکت بوده. ببینید دقیقاً اینجا بوده که ما سفارشمون رو فعال کردیم 1.093. ببینید از اینجا میتونید موستون رو عوض کنید، روی 1.093 بوده ما سیگنال بای رو صادر کردیم و از اینجا میتونستیم به معامله وارد بشیم. خب حالا این از مارکت و پندینگ اوردر که کامل براتون توضیح دادم. این والیوم یا حجم معامله رو اجازه بدید بعد از این دوتا فیلد بهتون میگم. یه استاپ لاس داریم که معامله رسید به این نقطه معامله ما بسته بشه با حد ضرر یا به عبارتی حد ضررمون بخوره. یه دونه هم تیک پروفیت داریم که حد سود ما هست. حالا ببینید اینجا رو کاملا همه چیز مشخصه. SL1 صرف 89.5 ما کاملا اون عدد رو میاریم اینجا پیستش میکنیم. خب و تیک پروفیت رو هم به همین شکل. تیک پروفیت یه نکته‌ای داره من بهتون بگم. ما TP1 داریم، TP2 داریم، TP3 داریم و TP4 داریم. تو اکثر پوزیشن ها به همین شکل هستش. ببینید اینجا توصیه ما به شما این هستش که اوردر تارگت نهایی رو شما قرار بدید. خب 1.102 رو قرار بدید و قیمت به این نقطه رسید یا به عبارتی به TP1 رسید، به TP2 رسید، به TP3 رسید، هر TP یک مقدار ثابتی از حجمتون رو ببندید.
اگر از مارکت خیلی به مارکت واقف نیستید و تسلط ندارید. اما اگر تسلط دارید به مارکت، میتونید نواحی رو تشخیص بدید، میتونید این کاهش حجم رو یا بستن حجم در هر تیپی رو متغیر بکنید. مثلا تو تیپی 1 30% حجم رو ببندید، تو تیپی 2 60% رو ببندید و به همین صورت. و یه تیپی 4 داریم، من این نکتهش رو بگم. معمولا تیپی 4 ما هولده. هولد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما توی تیپی 3 قسمت زیادی از حجمتون رو ببندید، مثلا 90%ش رو، و بقیهش رو یک مقدار کمیش رو باز بذارید برای اینکه قیمت خاص بره بالاتر، اون حرکت بزرگ رو از دست ندید. ببینید الان ما تیپیمون 102 بوده، ببینید اینجا بوده. خب اینجا میتونستید 90% حجم رو ببندید توی این نقطه، دقیقاً تیپیش خورده، 90% حجم رو ببندید و بعد این حرکت بزرگ رو هم از دست ندید. با 10% حجمتون، حالا بستگی به خودتون داره، این حرکت بزرگ رو هم بگیرید و از سودش جان نمونید. حالا این از تیک پرافیت و استاپ لاس که توضیح دادیم، میریم به سراغ والیوم یا حجم که مهمترین قسمت این صفحه برای ما میشه. بریم داخل وایت بورد، من بهتون کامل نشون بدم. ببینید ما برای اینکه والیوم یا حجم رو محاسبه کنیم به چند تا عدد نیاز داریم. یکی پیپمونه، بعدیش ارزش هر پیپ و حجم، و ضرب این 3 عدد میشه مقدار ریسکی که ما داریم روی اون معامله انجام بدیم. مقدار ریسک یعنی چی؟ خیلی شفاف و ساده، یعنی اینکه آقا اگر قیمت اومد SL یا استاپ شما رو فعال کرد، شما چقدر ضرر میکنید. پیپ منظورمون چیه؟ فاصله ورودمون، نقطه ورودمون تا استاپمون چند پیپ هستش. برای اینکه این رو حساب بکنیم خیلی ساده، 2 تا راه داره. فرضاً ببینید از اینجا من حدودی میذارم، 1.93 قرار بوده وارد بشیم، استاپمون بوده 1.0895 چیزی هلوش اینجا. یه عدد اینجا داره، نگاه کنید، نوشته 349 پوینتس. ما به این 349 کاری نداریم، 9 عدد آخرش رو حذف میکنیم، یعنی 9 رو فقط به اون 2 تا عدد اول نیاز داریم، یعنی عدد 34. یعنی فاصله نقطه ورود ما تا استاپ ما 34 پیپ هستش. حالا اینجا دقیق نبود، دقیقش میشه 35 پیپ که من اینجا براتون نوشتمش. حالا یه راه دیگه هم داره. توی فضای گوشی ما دسترسی نداریم به این ابزاری که من یک بار دیگه بهتون نشون بدم. این ابزاری که روی اینجا بزنید و تا هر جا خواستید بکشید و مقدار پیپ رو از نقطه ورود تا استاپتون به شما بده. خب چی کار بکنیم؟ ببینید این اعداد رو میبینید، این اعداد اعشار که نوشته 1 ممیز 15 38 2. اکثر جفت ارزها داخل بروکر یا فضای متا تریدر به همین شکلن، 5 رقم اعشار دارن. من این رو اول براتون توضیح بدم. اینجا رو ببینید، یورو یو اس دی خودش اگه دقت بکنید اینجا 5 رقم اعشار داره. خب میخوام این نکته رو بگم، توی معامله باز کردن توی گوشی رو بهتون آموزش بدیم، خیلی به دردتون میخوره، چون چنین ابزاری نداریم که بکشیم و مقدار پیپ رو بهمون بده. ببینید این عدد پیپته، ما با این عدد کاری نداریم، ما به این 2 تا عدد کار داریم. ببینید الان فرض کنید قیمت روی همین عدد 1.15 38 2 قیمت میرسه به 1.15 فرضاً 50. این عددش هم که گفتم مهم نیست، این که کاری بهش نداریم. رسید به 1.15 50. چقدر از این تا این حرکت کرده؟ از 38 رسیدیم به 50، 12 پیپ حرکت کرده. پس اینجا ما میتونیم بنویسیم 12 پیپ. به همین سادگی میتونیم مقدار پیپ حد ضررمون تا نقطه ورودمون رو داخل گوشی هم محاسبه کنیم که حالا در ادامه بهش پردازیم. یه سری جوفرزه هستن عددشون 5 تا اعشار نداره، خیلی راحت تر از اینه، عددشون 2 تا اعشار داره، مثلا 1.18 مثل طلا، مثل کدین یو اس دی ان. فرض کنید عددش از 1.18 میرسه به 1.30.
چقدر حرکت کرده، چند پیپ حرکت کرده، 18 تا 30 چقدر، 30 و منهای 18 میکنیم، راحت به دست میاد. اینجا هم میشه 12 پیپ. به همین راحتی ما میتونیم مقدار جابجایی یا پیپ نقطه ورود تا SL مون رو محاسبه بکنیم. خب برای اینکه ما وای رو حساب بکنیم و حجممون رو پیدا بکنیم، میتونیم از طریق این فرمول که بیس کار ما هست و همیشه ثابته، همین فرمول رو داریم، میتونیم استفاده بکنیم. اما یه راه میانبر و راه خیلی سریعی هم وجود داره از طریق این سایت هایی که سری ماشین حساب ارائه میدن و وارد کردن چند تا اعداد میتونیم خیلی راحت این حجم رو به دست بیاریم. اما ببینید ممکنه این سایت ها بعضی وقتا از دسترس خارج بشن، ممکنه فیلتر بشن و هزار تا دلیل دیگه. اما این فرمول رو اگر شما یاد بگیریدش همیشه داخل ذهنتونه و بهش دسترسی دارید. پس من حتما پیشنهاد میکنم این فرمول رو یاد بگیرید و با ضرب و تقسیم چند تا عدد میتونید خیلی راحت این حجمتون رو محاسبه بکنید. اما من سایت رو بهتون معرفی میکنم، لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم. خیلی راحت میتونید این لاتتون و حجمتون رو محاسبه بکنید. وارد این سایت بشید، قسمت ماشین حساب محاسبه لات رو پیدا بکنید. تو فیلد اول نمادی که میخواید روش معامله بکنید رو انتخاب کنید. الان روی طلا هستش، XAUUSD، ما روی یورو USD قرارش میدیم. اینجا دیپازیت کارنسی رو داریم، روی AUD دلار استرالیا هست، ما این رو همیشه روی دلار آمریکا قرار میدیم. مقدار ریسکی که میخواید روی اون معامله انجام بدید روی 2% الان خودش دیفالت، ما میخوایم 2% ریسک بکنیم روی اون معامله. اینجا رو ریسک تایپ داریم، یا آقا شما میخواید به درصد ریسکتون رو حساب بکنید یا به دلار. اگر روی دلار قرار بدید اینجا میتونید مقدار ریسکتون رو به دلار انتخاب بکنید. مثلا میگید آقا ما میخوایم 200 دلار ریسک بکنیم روی این معامله، ولی خب من این رو به پرسنت قرار میدم که کارمون خیلی راحت تر باشه. یه اکانت بالانس داریم، موجودی کل حسابتون چقدر هست که میخواد 2% رو حساب بکنه، بعد بدونه چقدر موجودی کل سرمایه‌تون هست که حساب دیما ما گفتیم که 10,000 دلاری هست. یه استاپ لاس داریم به پیپ محاسبه کرده که بهتون گفتم که چطوری میتونید از نقطه ورودتون تا استاپتون پیپتون رو محاسبه بکنید که برای اون نماد ما یورو USD ما 35 پیپ بود. اینجا دو تا گزینه داره، یکی به پیپ هستش، یکم به پرایس. اگر روی پرایس قرار بدید از شما یه اوپن پرایس میخواد، استاپ لاس به پرایس میخواد. یعنی آقا اینجا چه عددی رو باید وارد بکنید، نقطه‌ای که شما دارید معامله رو باز میکنید، تو چه قیمتی معاملتون باز میشه بهش عددش رو میدید و استاپ لاستون توی چه نقطه‌ای هست این رو هم وارد میکنید. یه مقدار سخت‌تر میشه، ما روی پیپ قرار میدیم خیلی راحت برامون حساب بکنه. و اینکه این قسمت رو کاری نداریم، این قسمت رو هم کاری نداریم، روی این قسمت کلیک میکنیم، مقدار لاتی که ما باید روی اون معامله ریسک بکنیم رو با چند تا کلیک بهمون دادش. اما بریم روش دوم رو هم من بهتون توضیح بدمش. فاصله ورود تا حساب ضرب میشه در ارزش هر پیپ. حالا ارزش هر پیپ رو چطور حساب بکنیم این رو هم من یک سایت بهتون معرفی میکنم، سایت خانه سرمایه. بچه دقت بکنید اینجا رو. الان ابزارمون یا جفت ارزمون روی یورو USD هستش و ارزش هر پیپ رو 10 برای ما اعلام کرده. میتونیم اینجا جفت ارزمون رو عوض بکنیم، مثلا بکنیمش USD CHF. این پایین میاد، روش کلیک میکنیم، محاسبه کنید. ارزش هر پیپ USD CHF برابر است با 11.77. این عدد برای هر جفت ارز ثابت نیست، عوض میشه، یه مقدار کمی عوض میشه، اما برای جفت ارزهای مختلف این عدد کاملا متفاوته. حالا ما این رو میاریم روی یورو USD، چون میخوایم معامله یورو USD رو حساب بکنیم، محاسبه کنید رو میزنیم، عدد 10 برای ما صادر میشه. میرسیم به حجم. ببینید حجم مجهول ما هست و میخوایم حجم یا همون والیوم رو حساب بکنیم که بر حسب لات هستش. برای اینکه ما مقدار ریسکمون رو حساب بکنیم میگه آقا کل سرمایت چقدر هست، ضرب در 2% تا 5%ش بکن. ما پیشنهادمونه که روی هر معامله برای حسابهای بزرگ بیشتر از 2% به هیچ وجه ریسک نکنید و برای حسابهای کوچیک 100 دلار، 200 دلار تا 500 دلار میتونید تا 5% هم ریسک بکنید. این هم خیلی بستگی داره به اینکه شما ریسک پذیریتون به چه صورت هستش. فرضاً ما الان میگیم یک حساب 1000 دلاری داریم،
ضرب در 2% میکنیم، میشه $200. این برای ما میشه $200. یعنی آقا من روی این معامله میخوام $200 ریسک بکنم. SL هم فعال شد، استاپم خورد، من با منفی $200 از معامله خارج میشم. حالا برمیگردیم به اون پوزیشنی که میخواستیم بگیریمش. ببینید الان اینجا عدد ما 1093 است، ورود ما هستش و SL ما 10895 هستش. ببینید من از همینجا میتونم محاسبه کنم. ببینید این شاید به خودتون بگید چرا 3 رقم اشار داره. بچه‌ها این همون 5 رقمه. اگر یادتون باشه تو ریاضی اینطوری بود، صفرای جلوی اشار که بعدش عددی نمی اومد دیگه نوشته نمیشه. این در واقع 1093 صفر هستش که صفرش نوشته نشده. حالا ما گفتیم به این دو تا عدد کار داریم دیگه. اینجا 30 که صفر بعدش نیفتاده، اینجا هم 95 هستش. اگر دقت بکنید عدد 9 این 8، یعنی 5 تا به این اضافه میشه، این میشه 109 و 30 تا دیگه راه داره تا بشه 1093 صفر. از این راه میتونیم حساب بکنیم. اگر از این راه حساب بکنیم این فاصله نقطه ورود تا SL ما میشه 35. اما اگه بریم توی فضای متا تریدر با اون روش هم حساب بکنیم هیچ مشکلی نداره. با هر کدوم روشی که راحت هستید این عدد این گوشه رو نگاه بکنید. من دارم با توجه به نقطه ورود و SLی که سیگنالش رو صادر کردیم مشخص میکنم. 1093 1089 میاریم پایین تا 1089 5 برای ما مهرز بشه. مهرز شد. برید اینجا نمیشه 356 پوینتس. حالا چون خیلی دقیق مشخص نکردیم شد 335 و نیم پیپ در واقع، که حالا ما کاری به اون اعداد ریزش نداریم. 35 پیپ در نظر میگیریمش. خب برمیگردیم به فضای نوتمون. خب فاصله نقطه ورود شد 35 پیپ. ارزش یورو USD برای هر پیپ رو تو سایت به دست آوردیم، برابر بود با 10. وایمون هم که مجهولمونه، روی این معامله ما $200 میخوایم ریسک بکنیم. یک معادله داریم، یک مجهول. اگه دقت بکنید اینجا رو دقیقاً دارم بهتون میگم. یک معادله داریم، یک مجهول. 200 این طرف تساویه، 35 ضرب در 10 میاد پایینش، ضرب میکنیم، وای ما به دست میاد، حجم معامله ما به دست میاد، میشه 57 صدم لات. خب این 57 صدم لات یعنی چی؟ میگه آقا اگر شما 57 صدم لات توی اینجا وارد بکنید، نیو اوردر، اینجا 57 صدم لات وارد بکنید، بچه الان قیمت حرکت کرد. ما برای اون لحظه میگیم که قیمت اینجا بوده و اینجا چارت هنوز شکل نگرفته بوده دیگه. میگه اگر 57 صدم لات وارد کنید با اون SLی که اینجا هست، با این SLی که اینجا هست و این TP، شما اگر SL تون فعال بشه $200 ضرر میکنید و حالا اگر TP تون فعال بشه با توجه به اون مقداری که TP رو مشخص کردید TP تون فعال میشه. میتونیم حتی TP رو هم حساب بکنیم. اگه مثلا 1093 بگیریم 102 هست، مثلا الان اینجا 100 پیپه، مثال 100 رو ضرب در 10 میکنیم و ضرب در حجم میکنیم، راحت مقدار سود ما به دست میاد. بچه‌ها این فرمول خیلی به درد میخوره. این فرمولی که بهتون گفتم تمام کار ما با همین فرمول خیلی ساده هم هست که اینجا گفتم. فاصله ورود تا استاپ، ارزش هر پیپ ضرب در حجم معامله و اینجا اون X یا مقدار ریسکی که میخوایم بکنیم رو به ما میده. من یک مثال دیگه قشنگ روی لایو مارکت براتون بزنم. یه حساب دمو دیگه، میتونید هر کاری دلتون میخواد روش انجام بدیم. برید میخوام توی لایو مارکت، نه اوردر گذاری، تو قیمت فعلی میخوام پوزیشنم باز بشه. خب ببینید من میگم روی این قیمت میخوام وارد بشم به استاپ بالای این ناحیه. خب استاپ هم اینجاست. فاصله نقطه ورود تا استاپ زده چند پیپ بچه‌ها؟ 70 پیپ. ارزش یورو USD هم برای هر پیپش گفتیم 10 هستش. من بیارم پایین این رو. ببینید 70 پیپ استاپ، ارزش هر پیپ 10، حجم وایمون هست و ما چقدر میخوایم ریسک بکنیم. بچه این حسابی که برای
این حساب دمو باز کردن $10,000 2% میشه. من میخوام 2% حساب رو ریسک بکنم، میشه $200. من میخوام $200 ریسک بکنم. 200 تقسیم بر 70 ضرب در 10. من این رو بخوام برای شما حساب بکنم دقیق، من بنویسم با رقم اشارش، ببینیم میشه 28 و 5. بچه ما به این عدد توی لات نیاز نداریم، اما این به ما میگه چی؟ میگه آقا شما تا این حد میتونید وارد بشید، پس ما برای اینکه حد ضررمون بیشتر از $200 نشه میتونیم کمتر بگیریم. میتونیم هم گردش بکنیم به 29 صدم لات که خب اگر اینجوری بکنیم این $200 رو ممکنه مثلا بشه $205. به همین راحتی حساب کردیم. میریم تو فضای بروکر، عددمون چقدر؟ 28 صدم بود. این عدد رو عوض کنم، 28 صدم حساب شد. ببینید استاپ رو میتونیم به صورت عددی اینجا عددش رو در بیاریم، مثلا 1/10,388. یه راه دیگه هم داره، الان بهتون میگم. 1/10,388. TP رو از روش دوم بهتون نشون میدم. خب همه چیز ما مشخص شد، SL مون مشخص شد، ولوممون مشخص شد، تیک پرافیت مشخص نکردیم. خب اینجا دوتا گزینه داریم، سل بای مارکت، بای مارکت، که ما الان میخوایم سلش رو بگیریم. سل رو میزنیم، معامله برای ما فعال شد. ببینید از اینجا میتونیم حرکت بدیم و اگر اینجا دقت بکنید ببینید حد ضرر ما رو نوشته، گفتم کمتر میشه از $200، $190 شد. این از اینجا. حالا تکونش دادیم، از همون تاییدیه میگیره. میخوایم TP رو مشخص بکنیم، میتونیم از اینجا بیایم و این رو بکشیم پایین. میبینید هر چقدر میکشیم هم این طرف پیپ رو برای ما مینویسه، 61 پیپ، 60 پیپ، و اینجا مقدار سودی که از اون معامله دست میاریم. میتونیم حالا بازم تغییرش بدیم، مثلا بیاریمش پایین. حالا بچه‌ها گفتم میاد TP1 ما میخوایم مثلا 20% از حجم معامله رو ببندیم. روی این گزینه کلیک میکنیم. ببینید اینجا اطلاعات کل پوزیشن ما، نوعش، حجمش، قیمتی که وارد شدیم، SL ما، TP ما مشخص شده. حتی اینجا میتونید، از اینجا هم میتونید TP تون رو عوض بکنید. حالا ما اینجا دبل کلیک میکنیم. خب فرضاً قیمت رسید به TP ما و میخوایم قسمتی از حجممون رو ببندیم. اگر اینجا بزنیم کل حجم ما بسته میشه. ما دبل کلیک کردیم، مثلا میگم من میخوام 1/10 معامله‌ام بسته بشه، انتخابش میکنم و اینجا کلوز رو میزنم. میبینید که معامله ما بسته شد و اینجا تو قسمت هیستوری ما با $0.2 ضرر از معامله خارج شدیم و همچنان 18 صدم از حجممون باز هستش. 18 صدم لات. یک نمونه از پندینگ اوردر هم بگم. بذارید من این پوزیشن قبلیمون رو ببندمش، دست و پامون نباشه، خوبیای حساب دمو. خب ما اینجا میریم روی گزینه پندینگ اوردر. پندینگ اوردر میگه آقا میخوای بای لیمیت باز کنی یا سل لیمیت. خب من مثلا میگم بای لیمیت باز کنم، قیمت اومد پایینتر، حساب من باز شه. مثلا من یک سطحی رو پیدا کردم رو قیمت 109. میگه آقا تو چه قیمتی وارد چی؟ من میگم 1.09. بچه‌ها اینها رو همش رو داخل سیگنال هایی که صادر میکنیم بهتون میدیم. ببینید اینجا مثلا سل لیمیت اینترا رو، نقطه ورود 1 و 2 رو صادر کردیم که حالا اگر شما پیامی که پین کردیم رو بخونین کامل اینها دستتون میاد و قوانینی که برای این موارد بهتون گفتیم. خب من قیمت رو مشخص کردم، استاپ و تیک پرافیت رو که بهتون گفتم میتونیم از داخل سیگنال ببینیم. مثلا میگم آقا من بای لیمیت میخوام تو این نقطه وارد شم، استاپ خب قاعدتا باید پایینتر از ورودم باشه، مثلا میگم 1.08 مثلا 1.08 و پرافیت رو هم حالا میام داخل چارت مشخص میکنم به همین شکل. ولوم رو هم بچه‌ها باید مشخص بکنیم دیگه، ولوم باید کاملا مشخص بشه، حالا بر اساس همون فرمولی که بهتون گفتم. ولی خب من می‌خواستم بهتون نمای کلی رو نشون بدم. ببینید الان اوردر ما فعال نیست، یعنی معامله ما فعال نیست، اوردر ما فعاله. ببینید اینجا
هنوز اینجا نوشته placed، یعنی ست شده اما هنوز قیمت نرسیده. قیمت که برسه به این شکل نمایش داده میشه. الان ببینید تو مارکت مثلا من یه بای میگیرم، ببینید اینطوریه به این شکل. حالا من جفتش رو پاک میکنم. بریم داخل گوشی هم من بهتون نشون بدم نحوه باز کردن معامله رو. خب خیلی سریع بریم توضیح بدم من خدمتتون. این فضای متاتریدر داخل گوشیه. اون پایین سمت چپ اگر اون گزینه کوتس رو بزنیم، از این بالا میتونیم نماد مورد نظرمون رو سرچ بکنیم. حالا من یه نماد دیگه اضافه کنم، اون نماد اضافه شده بود به چارت. این به علاوه رو بزنیم، توی این صفحه واچ لیستمون میاد. حالا من یورو یو اس رو میارم، روش زدم، یه بار دیگه میزنم روش، چند تا قسمت برام آورد. من رو گزینه چارت میزنم، چارتش برای من باز میشه. حالا اون بالا سمت راست ما 2 تا گزینه داریم، آبی و قرمزی، که مستطیلی شده و یکی دایره که حالت ساعت داره. من رو مستطیلی شکل میزنم، یه صفحه اون بالا باز شد، یه قسمت بای داره، یه قسمت سل. اون وسط هم حجم معامله هست که میتونم عوضش بکنم. حالا مثلا میذارم 2 دهم، ولی این 2 دهم رو بر اساس همون قسمت اول ویدیو که براتون توضیح دادم بعد مشخص کنید، بر اساس نقطه ورود و استاپتون. وقتی حجم رو مشخص کردیم، اگه من رو گزینه بای بزنم، میایم تو قسمت از پایین قسمت ترید رو انتخاب میکنم، میبینید که پوزیشن برای من باز شد، اما همچنان من SL و TP رو مشخص نکردم. روش کلیک میکنم روی فیلد معاملمون، یه چند تا گزینه برامون باز میشه که کلوز پوزیشن داره که از اونجا میتونیم معاملمون رو ببندیم. که اگر من روش بزنم، اینجا میتونیم دوباره مشخص کنیم چه مقدار از حجممون رو میخوایم ببندیم. مثلا رسیده به TP دومون، میخوایم یک مقدار رو ببندیم، مثلا اینجا یک مقدارش رو میبندیم ما به همین راحتی. حالا دوباره میزنم روش، رو گزینه دوم نوشته مودیفای پوزیشن. حالا میتونیم تنظیمات پوزیشنمون رو انجام بدیم. برید اینجا گزینه اول نوشته استاپ لاس، که اینجا میتونیم استاپ لاسمون رو مشخص کنیم بر اساس چیزی که در نظر گرفتیم و معامله‌ای که سیگنالی که ما صادر کردیم. و ترک پرافیت هم همینجور، ما میتونیم پرافیت آخری که برای معامله وارد کردیم رو بذاریم، چون ممکنه وقتایی پای چارت نباشیم و بیاید ببینید که قیمت خیلی حرکت کرده و شما فقط TP 1 رو گرفتید، چون فقط TP واند رو اینجا توی این فیلد قرار دادید. حالا من اگر الان قبول نمیکنه به خاطر اینکه اعدادی گذاشتم که درست نیست. حالا من این پوزیشن رو هم میبندم تمامش رو. دوباره میایم از پایین قسمت چارت رو انتخاب میکنیم. ببینید من الان اگر روی صفحه یک بار کلیک بکنم، یک گزینه تریدی برای من میاد. از اینجا هم میتونم عملیات رو انجام بدم و قبل از اینکه معامله باز شه TP و SL رو مشخص کنم که این راه ایمنتری هست. حالا یه قسمت سمت چپ داره که حالت ساعتی و دایره مانند بود، اون رو میزنیم. ببینید اینجا میتونیم دستمون رو بزنیم روی این خط و تغییرش بدیم هر جایی که میخوایم. این قسمت برای پندینگ اوردر ما هستش، همونجوری که تو قسمت اول ویدیو توضیح دادم. و اون قسمت مستطیلی شکل باز کردن معامله تو حالت قیمت فعلی همون مارکت بود، بای مارکت یا سل مارکت. اینجا بای لیمیت داریم، اگر من قیمت رو بالا ببرم خودش به صورت خودکار تعویض میشه به سل لیمیت. حالا این پایین رو نگاه بکنید، یه قسمت سل لیمیت داره، یه SL یه TP. اگر من روی SL کلیک بکنم، SL برای من خطش نمایان میشه. من میتونم SL هم رو مشخص بکنم. حالا چون داریم سل لیمیت میگیریم SL باید بالاتر باشه. اگر بای میگرفتیم SL ما پایین تر میگیریم. گزینه TP هم مشخص کنم، خط TP مشخص کنم، میتونم TP ما بر اساس اون چیزی که مد نظرم هست وارد کنم. حالا یک فلش داره، فلش رو که بزنید کل عملیاتی که انجام دادید اینجا نمایان میشه. باز میتونید حجم رو اینجا هم عوض بکنید. فرضاً من گذاشتم همه چیز باید بر اساس فرمولی که رفتیم پیاده بشه و خیلی مهم هستش که این عملیات رو با دقت انجام بدید. رو گزینه پلیس اگر کلیک بکنم، بای لیمیت من فعال شد. حالا اون پایین رو قسمت ترید بزنم، میبینید که اوردرتون فعال شده. میتونید دیلیت کنید، میتونید مودیفای کنید. قیمتی که میخواید وارد بشه رو خط اول پرایس رو عوض کنید، استاپ لاستون رو عوض کنید و تیک پرافیتتون رو عوض کنید. حالا من این رو هم حذفش
میکنم. به همین شکل میتونید تمام معاملاتتون رو باز کنید و مدیریت کنید. من این نکته رو هم اشاره بکنم که براتون توضیح دادم، گفتم تو فضای متا تریدر داخل گوشی نمیشه از اون ابزاری که داخل ویندوز هست استفاده کرد و مقدار پیپ رو به راحتی به دست آورد. ببینید اون بالا گزینه موس رو میزنید، یه همچین چیزی برای شما نمایان میشه. فرضاً توی این نقطه میخواید وارد بشید، نگاه کنید اون 5 رقم اشاره هست. ما رقم اشاره آخرش رو حذف کنیم، یه عدد 62 به ما میده. فرض می‌کنیم نقطه ورود ما هست و استاپ ما مثلا اینجا هست. ما اینو مثلا عدد روند در نظر بگیریم. مثلا عدد آخر اشاره رو کاری نداریم که 2 و 1 10 دوم رو در نظر میگیریم. 10 دوم تا این عددی که 62 بود چقدر فاصلش هست؟ مثلا میگیم 52. این 52 به همین راحتی میتونیم حساب بکنیم. اون پیپی هستش که فاصله نقطه ورود تا استاپ ما هست و بر همون اساس میتونیم مقدار ریسک، حجم معامله و تمامی فیلدها رو با استفاده از فرمولی تو قسمت اول خدمتتون گفته شد به دست بیارید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. خیلی مخلصیم. درود بر شما. ارادت.